یه دونه بردارم. مامان جانم جان تو باید به بابا امید میگم دوباره گلاس بخره. خب حالا من یه دونه بخورم مامان. مامان جانم به بابا امید زنگ بزن بگو دوباره گلاس بخره. یعنی یه دونه گیلاس نمیدی من بخورم؟ مامان میگم بخوریم ولی به بابا امید خیلی بهش میگم واسه گلاس بخره. تو بده من بخورم، من به بابا امید میگم بر تو گیلاس بخره. خواهش میکنم. خواهش یعنی یه دونه گیلاس من مامانتم نخورم؟ مامان. افر کن بیدم مامان جانم بهت قول میدم آخرین بار که بابام گلاس خرید با هم دیگه بخوریم. یعنی گیلاس خرید آورد با هم میخوریم، اینا رو به من نمیدی؟ نه چون که تو حوصله نبود داشتی گوشه میدی. خب یه دونه آقا، یه دونه بده مامان جانم. گلاس مورد علاقه منه. گیلاس مورد علاقه منم هست. هر چیزی رو میبینی دوست داری؟ آره؟ یعنی چه هر چیزی رو میبینی دوست داری؟ من دوست دارم گیلاس بخورم. مامان جانم، قول میدم. مامان جانم یه دونه بده بخورم. خب گلاس مورد علاقه من هست ولی من دوست دارم. یعنی آدم به مامانش نباید یه دونه بده؟ بابا یه دونه نباید به من بدی یعنی؟ مامان خب مامونا که نمیخورن، بچه ها میخورن. گیلاس مامانا نمیخورن نه؟ نه آخه بابام دستون واسهشون میخره نباید مامشون بخوره. خب یعنی من بهت میدم دوباره گیلاس داری؟ آره بذار یه چیزی بهت بگم اینو ول کن. یعنی دوباره گیلاس داری؟ نه همینه. خب ماما همه رو تو خوردی از دیشب تا حالا. خواهش میکنم بذاری یه بار فقط بابا